بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، برادران گرامی، این پیام ما را به دیگران رسانید تا از پاداش نیک بهره مند شوید. و موضوع امروزینه درباره کدام نفرانی هستند که بوی بهشت را دریافت نمیکنند. کدام نفرها هستند؟ همون نفرها را برای شما پیشکش میکنیم. چند نفری هستند و چند عملی را انجام میدهند که به سبب همون عملهاشون بوی بهشت را دریافت نمیکنند، پیدا نمیکنند، نمیچشند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که به الله قسم میخورد که به اون ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، به الله قسم میخورد که اگر آن چیزی را که من دیدم شما میدیدید، خیلی کم میخندیدید شما و خیلی بسیار گریه میکردید. قالوا و ما رأیت یا رسول الله، گفتند ای پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چرا دیدی؟ پیغمبر چی گفت؟ قال رأیت الجنة والنار صلی الله علیه و سلم، گفت من بهشت را دیدم و دوزخ را دیدم. ای دیدم آنان را که در ناز و نعمتند و دیدم آنان را که در عذاب و شکنجه اند. خیلی که دیروز در درس شرح دادیم عذاب دوزخ. برای همین برادران گرامی و خواهران محترم، انسان باید کمتر بخندد و بیشتر آب دیده و آب چشم ریزاند از ترس الله که الله او را گناهایش را بیامرزد و او را عفو کند. آیا بهشت بوی دارد؟ بله، بهشت بوی دارد. خیلی که از ابی درداء رضی الله عنه میفرماید، میگوید که نوشاکی شراب سفیدی مثل نقره که در همون شراب بالای اون از او هیچ کس ننوشیده است، سرپوش است، سربسته است. همون شراب سربسته است، هیچ کس از او را دست نکرده است. اگر که مرد از اهل دنیا، مرد در همون شراب، اگر مرد از اهل دنیا انگشت خود را در همون شراب اندازد، پس او را انگشت خود را برارد، هر یک چیزی که در تن جان دارد بوی همون شراب را، بوی پاکیزه نکوی همون شراب را دریافت میکند. همون شراب چه خیلی بوی دارد که هر یک چیزی که جان دارد بوی همون را دریافت میکند. و چه خیلی که الله عز و جل باز میفرماید درباره بوی بهشت در سوره واقعه 88 89 آیت، فاما ان كان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. پس اگر جان به گلو رسیده، ای آنی که در حال جانگدازیش است، از پیشگامان مقرب باشد، همین که مرد بهره او راحت و آسایش و گلهای خوشبو و بهشت پر نعمت است برای او. این آن کسی است که در وقت جانگدازی است و از جمله مؤمنان است. باز انسانی که در قبر گذاشته می شود و از جمله مؤمنان باشد، برای بعد اون سؤال منکر و نکیر برای او گفته می شود، وافتحوا له بابا الى الجنه، برای او دروازه باز کنید که شاید به سوی جنت. قال گفت فیاتیه من روحها و طیبها، پس از بهشت برای او چی میبیاد؟ بوی بهشت میبیاد، نعمت های بهشت را، لذت بهشت را احساس میکند. یعنی در اینجا معنا دارد که بهشت هم بوی دارد، خیلی بوی زکی و زیبا دارد. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در امتی من گفت 12 منافق است، بهشت وارد بهشت نمیشوند و بوی بهشت را دریافت نمیکنند تا آنی که بوی بهشت دریافت نمیکنند، تا آنی که شتر در سوراخی سوزن درآید. یعنی که امکان ناپذیر است که شتر در سوراخی سوزن درآید. حدیث در امام مسلم است. این منافقانی بودند در دور پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بودند. و کدام منافقانی که حاضر هستند به همون هم تعلق دارد. در ظاهر مسلمان خود را میگیرند، در باطن با اسلام مبارزه میبرند. همونا هم منافق هستند، منافق اعتقادی هستند، نه منافق عملی. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم نفرانی را که گناهایشان آنها را از بوی بهشت، دریافت بوی بهشت من میکند، میدارد از دریافت کردن بوی بهشت. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که دو نمود از دوزخیان را، از اهل دوزخ را ندیدم. دو نمود دو صنف از مردم گفت ندیدم. کدام دو صنف؟ دو گروه، دو نمود. کدام هستند؟ مردانی که در دستای آنها یک چیزای هستند،
مثل دومی گاو، مثل دومی گاو یعنی که ریزین هایی که دراز هستند، دوبینکه بگیم، مردم میزنند به آنها، در دستاشون دوبینکه و مردم میزنند. جزاشون چی است؟ و زنهایی که لباس در تن دارند ولی برهنه میتابند، بدن خود را میجنبانند طرف دست و راست. در بالای سرهاشون میگه مویهاش نجم کردگی در بالای سر، مثل همون یک شتر چی دارد که شتر بعضی شترها دو تایی دارد، بعدش یک تا دارد در بالاش، در بالای میانش یک استخوانی برآمدگی، مثل همون میگه در بالای سرشون موش نجم کردگی، مثل همون میگه هستند. زنهایی که برهنه هستند یعنی لباسایی که پوشیدگی ان، که لباس پوشیدگی ان. یک پیغمبر میگه برهنه یعنی لباسای نازک تنک شفاف در تن چسبیدگی، همه بدنش میتابد. وقتی راگردی تنه خود را میجنبانند، در بالای موشون در بالای سرشون جمع کرده شدگی. گناهشون چی است؟ اون مردان و این زنان لا يدخلون الجنه، بهشت نمیدرایند، ولا یجدن ریحها، و بوی بهشت دریافت نمیکنند. پیغمبر چی میگه؟ بوی بهشت در مسافه خیلی دور و دراز دور است. همین گونه یا که همین گونه عدد چرا میگه؟ در حدیث دیگه عدد چرا میگه که بعضی گفتیم 500 سال، بعضی گفتیم 100 سال، بعضی 70 سال، مسافه 70 سال دور است از آنها. حدیث در امام مسلم است. برای همین برادرای گرامی، این دو نفر دو نمود از یکی از زن یکی از مرد است. آنهایی که مردم میزنند، ظلم میکنند، کسی نباشند. زنهایی که لباسهای تنگ و نازک میپوشند. باز نفرانی که علم را میجویند نه برای الله، کسی که در تعلیم در جستجوی علم است، علم را جستجو میکند، طلب میکند علم، اون علمی که او را در راه و رازگی الله باید جستجو کند، همون علم با در راه و رازگی الله جستجو کند. یکی اون علمی که برای الله در راه رازگی الله باید او را جستجو میکرد، اون انسان او را جستجو برای چی کرد؟ جستجو نمیکند همون علم مگر برای چی؟ برای که یک پاره از دنیا را دریافت کند، یک مال را، یک پاره از دنیا را دریافت کند. یعنی برای دنیا، برای پول و مال دنیا اون علم جستجو کرده است، نه برای الله. پس جزاش چی است؟ روز قیامت بوی بهشت دریافت نمیکند. حدیث در امام ابو داود است. باز کدام نفری دیگر؟ اون نفری که انسانی معاهده میکشد، معاهد اون انسانی هست که در دولت اسلامی عهد و پیمان کرده است که او جنگ نمیکند. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که کسی که معاهده میکشد، اونی که عهد کرده است که جنگ نمیکند و یا میکشد، معاهد همون انسانای کافرند، اهل کتاب عهد میند که او جنگ نمیکند با مسلمانان، پس مسلمانان را میکشند. پیغمبر چی میگه؟ بوی بهشت دریافت نمیکند. حدیث در امام مسلم است. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید، حدیث در ابن ماجه است، پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه کسی که دعوا میکند به غیر پدرش به غیر پدرش خود را به غیر پدر نسبت میدهد، و هم چی است؟ بوی بهشت را دریافت نمیکند. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید کدام بنده نباشد الله عز و جل او را همچون در بالای چند کسی نگهبان مسئول میماند. یعنی الله کسی را در بالای چند کسی دیگر، یک کس باشد، دو کس باشد، زیر دستاش مسئول میماند. یا که مثلا این دربار میگیرد، یک کس امیر میشود، سه کس دارد و امیر میشود. یا که زن در خانهش نگهبان است، مسئول است از فرزنداش. ای وقتی که اون انسانایی که در زیر حمایه او هستند آنها را نگهبانی میکند و مسئول است، آنها را نگهبانی نمیکند، آنها را مسئولیت آنها را به گردن نمیگیرد، آنها را نصیحت نمیکند، حقوق آنها را ضایع میکند، حقوق آنها را پایمال میکند، حقوق آنها را ادا نمیکند، چه حقوق دینی باشد یا که دنیوی باشد، پس عاقبت او چیست؟ پیغمبر چی میگه؟ ای عقوبت شمین است که مجازات شمین است که بوی بهشت دریافت نمیکند، که بوی بهشت در مسافه 70 سال از او دور است. طی کردن مسافه 70 سال از او دور است. این چقدر دور میشود از انسان. ما نمیگیم که بهشت میدراید یا که نمیدراید، نه، حتی بوی بهشت دریافت نمیکنند این نفرات. نمیگیم که باید در نزدیکی بهشت هستند، نه که مسافه های دراز که بعضی مسافات 100 سال، بعضی 70 سال، بعضی 500 سال بوی بهشت دریافت نمیکنند. یعنی چقدر از بهشت دور هستند. حدیث در امام بخاری و مسلم است. یعنی کدام انسانی را که دسته کس در دست او میتیان که اون نگهبانی کند، فرا دارد، وای پادشاه است، امیر است، رئیس است، معلم است، زن در خانه است، پدر در خانه است، اگر که حق آنها را ادا نکند، نگهبانی آنها نکند، نصیحت آنها را نکند، حق آنها را ادا نکند، دینی باشد یا که غیر دینی، دنیوی، پس بوی بهشت دریافت نمیکند. تصور کنید که اینقدر رئیسان، اینقدر سرداران حق و حقوق مردم پایمال کرده هستند که بوی بهشت دریافت نمیکنند. باز پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید که در آخر زمان مردانی هستند که با همین سیاهی ای در آخر زمان همین کار رو میدهد، قومی یا که آدمان، نفران رنگ موی خود را، رنگ ریش های خود را تغییر میدهند. این در آخر زمان است، پیش روز قیامت. به رنگ چی؟ به رنگ سیاه، به رنگ سیاه رنگ میکنن سراشنا.
ریشاشون. ای موی سر و ریشاشون مثل سینه چی است؟ سینه کبوتر سیاه، یعنی به همون رنگ سیاه برین. پس جزای آنها چیست؟ پیغمبر چی میگه؟ بوی بهشت دریافت نمیکنند. کسی که رنگ سیاه میکند بوی بهشت دریافت نمیکند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم باز میفرماید که حدیث در امام احمد است، کدام زنی نباشد از شوهر خود طلاق پرسد به یگان سبب بپرسد، پس حرام است برای او بوی بهشت. حرام است برای او بوی بهشت، یعنی به سبب طلاق پرسد. اگر سبب داشته باشد هیچ باکی ندارد، نیکی به سبب طلاق پرسد بوی بهشت را دریافت نمیکند. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در طبرانی از عبدالله ابن عمرو روایت می‌کند که کسی که میکشد اهل ذمه را، اهل ذمه یهود و نصارا را، اونایی که در دعوت اسلامی زندگی میکنند، بوی بهشت دریافت نمیکند. و هر آینه بوی بهشت از آنها در مسافه 100 سال، یعنی دوری شوین مسافه 100 سال از آنها دور از بوی بهشت. در یک روایت دیگر مسافه 40 سال. در یک روایت دیگر کسی که موحده و که عهد دارد بین او و بین مسلمانان عهد است، او را میکشد از اهل ذمه را که در او ذمه الله و ذمه حمایه الله و حمایه رسول است، پس او هم بوی بهشت دریافت نمیکند. و بوی بهشت در مسافه 70 سال است. برای همین انسان باید بر حذر باشد که در این خیل از این خیل گناه ها دوری جوید که در این خیل گناه ها واقع نشود و دوچار این خیل گناه ها نشود. امام ابو نعیم از جابر رضی الله عنه میفرماید که امام جابر چی میگوید؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم الله انا که حدیث قدسی است، الله عز و جل میگوید که الله برای جنت میگوید که طیبی لاهلک، خود را خوشبوی کن برای اهلت. الله به بهشت میگوید خود را خوشبوی کن برای اهلت، یعنی بهشت خود را بیشتر خوشبوی میکند. الله امرش میکند خوشبوی کن و بهشت خود را خوشبوی میکند. ببینید که بهشت بوی دارد، یعنی همون یک شمال فارم، یک نسیم و شمال فارمی که پگاهی انسان همو را میکشد. در نماز بامداد که بعد نماز بامداد یک هوای سرد و هوای فارمی هست، سلقین و فارمی هست، همون میگه چی است؟ از بوی بهشت است، از شمال و از هوای بهشت است. راهم برادرای گرامی، این بود کم تر خلاصه درباره امین. برای کسی کدام نفرانی که بوی بهشت را دریافت نمیکنند، ای بوی بهشت که دریافت نکردی معنا دارد که بهشت نمیدرایی. بوی بهشت که اینقدر مسافه دراز از تو دور باشد، پس تو هرگز بهشت نمیدرایی، در دوزخ ندرایی و پاک نشوی از همون گناهان، وارد بهشت نمیشوی. و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.